سهم گذاشتن در کارهای آبادانی این نشانه دوست داشتن وطن و باعث پیشرفت جامعه می‌گردد. در زمینه عکس‌های حزبی تحت عنوان یک جای حل می‌کنیم که از جانب مسئولین کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه وحش دایر می‌گردد، کارهای زیادی آبادانی به انجام رسانیده می‌شود. مثلا ساکنان دهه دوستی جماعت دهاتی رودکی سالیانی زیاد بود که در فصل بارشات از حالت ناخوب راه اذیت می‌کشیدند. اکنون با مساعدت و سهم یکی از ساکنان دهه مسافه معین راه سنگفرش و منفرش گردیده مشکلات جای داشته حل خود را پیدا نمود که از این ساکنان خوشنود گردیدند. در دایره این اکسیا بخشیده به سزاوار جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و اعلان گردیدن سالهای رشد سیاحی، هنرهای مردمی، جهت آباد و زیبا گرداندن کوچه و محله دهات کارهای خیری را به انجام رسانیده ایستادیم. در اکسیای امروزه ما یکی از اعضایان فعال حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان سید احتم موسایف اقدام گرفته است که زیاده از 1.5 کیلومتر راههای دهاتی خود را منفرش گرداند که این اقدام جوانمردانه و باعث دستگیری می باشد. یکی از عملهای نیکی دیگری که در دایره اکسیای مذکور برگزار گردید این دست کمک دراز کردن به باشندگان مؤسسه اینترنت کودکان یتیم و بی‌پرستار به نام میرزا ستاروی ناحیه وحش می باشد. در این روز از جانب تشبثکاران این عمل خیرخواهانه به خوانندگان مؤسسه مذکور مواد غذایی و در حجم 20,000 سومانی سر و لباس تابستانه دسترس گردید. در دایره همین اکسیا باز ما امروز با زیاده از 239 نفر تعلیم گیرندگان مکتب اینترنتی ناحیه سر و لباس تابستانه و مواد خوراک تقدیم نمودیم. امروز می‌سازد که ما با شکرگزاری از این دوران سری و پوری دست به دست هم داده برای بهر آباد و زیبا گرداندن دیار خود سهم گذار باشیم. از روی معلومات در دایره همین گونه اقدام ها به انجام رساندن کارهای نظررس دیگر نیز به نقشه گرفته شده است. اسکندر دولتوف، نیسوی زین‌الله از ناحیه وحش برای برنامه اطلاعاتی اخبار.